سلام بچه ها، این بخش دوم بافت ژاکت یقه هفتمون هستش که فقط آموزش این گلای رز و کلای خرسی مونده بود که توی این ویدیو براتون توضیح میدم. اگر قسمت اول رو ندیدید لینکش رو این بالای تصویر قرار میدم که میتونید ببینید. برای شروع 45 تا دونه زنجیره میزنم. از دومین زنجیره از سر قلاب شروع میکنیم. یه دونه پای کوتاه میزنم، بعد 2 تا زنجیره، این 2 تا دونه پایین رو رد میکنم و توی دونه سوم یه دونه پای کوتاه دیگه میزنم. خب به همین صورت تا آخر تکرار میکنم. یه دونه پای کوتاه، 2 تا زنجیره، 2 تا خونه رو رد میکنم، توی خونه سوم یک پای کوتاه دیگه. تا آخر ردیف به همین صورت تکرار میشه. برای ردیف بعد 2 تا زنجیره میزنم، کارم رو برمیگردونم. الان توی این فاصله ای که از 2 تا زنجیره ردیف قبل به وجود اومده 6 تا پای بلند میزنم. روی پای کوتاه دومی یه دونه پای کوتاه میزنم. به همین صورت تا آخر تکرار میکنم. 6 تا پای بلند توی فاصله های دوتایی. توی پای کوتاه دومی یه دونه پای کوتاه میزنم. آخر ردیف یه دونه حلقه وصل به اولین پایم میزنم و کاموا رو قیچی میکنیم و گلمون تموم میشه. حالا از وسط به این صورت شکل میدیم بهش. میتونیم گل برگا رو به هم بچسبونیم یا اینکه با همین نخهای اضافی که داریم به هم وصلشون کنیم. اگه بخواید تعداد گل برگاتونم بیشتر باشه باید زنجیرهای ابتداییتون رو بیشتر بزنید. فقط حواستون باشه که باید مضرب 4 باشه. برای خرسمون یه حلقه جادویی میزنیم، 2 تا زنجیره و 12 تا پای متوسط توی حلقه جادویی میزنم. بدونه اولم وصل میکنم. برای ردیف بعد دوباره 2 تا زنجیره و این بار توی هر پایه 2 تا پای متوسط. تا آخر ردیف تکرار میکنم.
به دونه اول وصل میکنم 2 تا زنجیره توی خونه اول 1 پای متوسط، توی خونه بعدی 2 تا پای متوسط. تا آخر ردیف به همین صورت تکرار میکنم. 1 پای متوسط، بعد 2 تا پای متوسط. به دونه اولم وصل میکنم. برای ردیف چهارم 14 تا دونه حلقه وصل میزنم. 1 2 3 4 از 2 تا دونه بعدی عبور میکنم. توی دونه سوم 8 تا دونه پای بلند میزنم. بعد 2 تا دونه رو دوباره ازشون میگذرم و از خونه سوم 7 تا دونه پایه وصل. 1 2 3 4 خب دوباره از 2 تا خونه عبور میکنم. توی خونه سوم 8 تا دونه پایه بلند. بعد از 2 تا خونه عبور میکنم و هر چند تا دونه که برام باقی مونده بود پایه وصل میزنم. برای پوزه 3 تا زنجیر توی حلقه جادویی میزنم. و بعد 14 تا دونه پایه بلند. با کانوای مشکی یه دونه دماغ براش میدوزیم.
اضافه کانوا همون رو قیچی میکنیم و 2 تا چشمم براش میدوزیم و پوزه رو روی سرش میچسبونیم.